درود بیننده از شبکه‌های اجتماعی دلایل امامعلی، امیدوارم شما خوب و خوش و سر حال هستید. امروز ما از نشست‌های مطبوعاتی میگیم که شروع شد. از ذخیره‌های آب و اینترنت و دانشگاه ملی نه، از وزارت فرهنگ میگیم که 2 سال اخیر محترمه بانو زلفیه دولتزاده سر این وظیفه آمدن و میگیم که آفرین مبارکشان بود. ولی این 2 سال ایشون در سمت تئاتر چی کار کردن؟ شروع میکنیم از نشست مطبوعاتی تابستانه سال 2020 که ما توسط آنلاین نشست رو تماشا داشتیم و از همکسب عزیزمون سابق خبرنگار آزادی افسانه اکابرشوی و خواهش کردیم که با معلمه عزیز با بانو وزیر این سوال رو تیان که چرا دوام بیش از 30 سال استقلالیت وزارت فرهنگ هنوز هم یک جشنواره تئاتری رو در سطح بین المللی راه اندازی نکرده است. سوال هم همین بود که ما یک جشنواره با نام نوروز داشتیم که آن هم مال ترک‌ها شده است و اکنون چند سال اخیر در قزان میان کشورهای ترک زبان برگزار می‌گردد. ولی نمیدونم برای چی باشد بعضا تئاترهای ما نیز آنجا اشتراک میکنند و معلمه در آن سال اوید به برگزار گردیدن جشنواره بین المللی چنین پاسخها دادند. ما نیز کوشش میکنیم وزارت فرهنگ اهل صنعت و هنر کوشش میکند که از دیگران قفو نباشند و البته با اعتدال آمدن وضع ما کوشش میکنیم که این چاره‌بینی ها نیز خوب بنفشه گیریم و راه اندازی نماییم. تقریبا خب یک سال یا چند ماه. خب اینا دیده میبریم وقت داور است، یعنی در نقشه داریم البته. اکنون بعد از جوابی که زلفیه دولتزاده خودشون نیز همراه شدن گفتن که ما در نقشه داریم چنین یک جشنواره بین الملل. اینک 2 سال گذشت، 2020 پورا، 2021 پورا و اینک یک ماه سال 2022 هم به انجام رسید و نشست نوبتی 31 ژانویه 2022 امروز. سپاس از همکارانمون از خبرنگاری فرج که این سال را دوباره توسط آنلاین ما به ایشان پیشنهاد کردیم و آنها به زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ پیشنهاد کردند و ما نوار را استفاده میبریم از همکارانمون که در بخش آنلاینی از رادیوی تاجیکستان جریان نشست را برای ما پیشنهاد میکردند و معلمه بعد از گذشت 2 سال و 1 ماه، زیادتر از 2 سال و 1 ماه چنین جواب دادند. میشنویم. جشنواره تئاتری چوزای خیال شما در نظر دارید؟ همین خب همه شما خوب اطلاع دارید که وابسته به خروج بیماری و بیماری سیراتی کووید که تمام دنیا رو فرا گرفت، البته ما در نقشه داریم و با بهبود شدن وضع ما این کارها رو البته حتما برگزار می‌نماییم. نه معلم عزیز، ما درباره جشنواره بین المللی تئاترهای عروسک به نام چادر خیال نمیگیم، زیرا این جشنواره خواسته و ناخواسته مال خود تئاتر عروسک یعنی تئاتر لختک ما است که اکثر وقت و بیش از 90 تا 100% مبلغ گذاری این جشنواره از حساب انستیتوت جامعه کشاد بنیاد مدد در تاجیکستان و دیگر فاندهای بین المللی و داخلی است که این جشنواره را نمیگیم که مال وزارت فرهنگ است و شاید اینجا بود که برای پرتر کردن جواب که شخصی صحابی هستند معاون اول وزیر فرهنگ عابد نظریان شروع کردن با جواب دادن سوال. چگونه که میگویند چمچوخ را هم کشد قصاب کشد که جواب را عابد نظریان گفتند. باید برگزاری فستیوال بین المللی گفتگوی با در حقیقت درست خط کنیم که سال گذشته در پاکستان این مسئله برخوردار شده بود. ما با دیگر تئاترهای دولت‌هایی که با ما همکاری دارد صحبت داشتیم. پیش از همه آمد و رفت یا اشتراکی یا تشکیل کردن فستیوال بین المللی پیش از همه صدرها نمی‌پذیریم. هر مسئله اقتصادیات این هم اصلا لازم است، لیکن با وجود آن ما گفتگوها داریم. آن روزهای فرهنگی که از طریق تاجیکستان در دولت بلاروس، ازبکستان و دیگر دولت‌های همسایه بودن ما گفتگوها داریم. من باوری دارم که همین این سال و سال آینده، سال‌های نزدیک ما در نقشه داریم. برای که اگر یادتان باشد فستیوال تئاترهای کسبی نوروز که هر سال 2 سال از گذراندنی شد. بعد آن فستیوال پرستویی که 9 سال گذشته بود که بسیار خوب و چنین تو هست.
लेकिन चौधरी खयोली की театри Luftaka است но خوب شد کرده شدن این سال اونها نهضت دارند که به طوری اول آنلاین بود به طوری که در شهر دوشنبه این آزمون گذرانیده میشه آره محترم اوید نظریان من یک کلاس میگویم چون واقعا در دوام آن که پاندمی را بهانه کرد که ما در مورد پاندمی باز علاوه گپ میزنیم یک جمله بسیار عجیب را گفت که مسئله اقتصادی که واقعا همین جای بحث است که شاید محترم بانو وزیر هیچ بزیمه نمیگیرد که بیش از 2 سال باز ما برای جشنواره بین المللی نمیتوانیم بودجه الهیده از حساب بودجه حکومت طلب کنیم یا که درخواست کنیم و بگیریم. همین است که شاید اوید نظریان با یک جمله این رو نیز درج کردن و بار دیگر میگم که کلاس برای شما اوید نظریان که شخصی صحابی هستید و دقیقاً این موضوع را گفتید. اکنون میگذاریم سر جواب اساسیه که هر 2 سال اخیر مرا واقعا هم به خنده میآورد که پاندمی کرونا ویروس گور سر پاندمی و کرونا ویروس شود که 2 سال باز در کشورهای همسایه جشنواره‌های بین المللی تئاتری برگزار می‌گردد، جشنواره‌های بین المللی سینمایی برگزار می‌گردد با حضور 10,000 ما جشن استقلال و دیگر جشن‌ها در میدان‌های کوشاد و تالارها می‌گذرانیم. ولی این پاندمی و کووید 19 هنوزم بهانه است برای یک جشنواره بین المللی تئاتری. نمونهش همین چند ماه پیش جشنواره بین المللی با حضور بیش از 15 کشور در تاشکند برگزار گردید. یگان کرونا ویروس، یگان پاندمی مانع نبود که یا چند پیشتر در قزان آن هم برگزار گردید به طور آنلاینی البته، ولی چند پیشتر بازم حضور تئاتری های ما در بلاروس بود، آن هم بهانه نشد که پس دقیقاً باید یک بار دیگر سوی همون یک جمله اوید نظریان بگیم که اقتصاد و بازم اقتصاد. چرا یگان وزیر فرهنگ دوام 30 سال استقلال هنوزم از بودجه حکومت کشور برای همگی یک جشنواره بین المللی تئاتری تلاش نمیکند که مبلغ جدا کند تا اینکه اقلا 10 15 20 تئاتر بین الملل در داخل دوشنبه بیاد و ما ببینیم که آنها در کدام سطح نمایش میگذارند و ما در کجا هستیم. ای وای، همش سر مبلغ است، نه پاندمی نه کووید 19. چرا بهانه میاریم؟ برای چی؟ مبلغ نداریم. رو کراس باید بگیم یا نه؟ اکنون بگذاریم سر سوال دوم که هنوز تابستان سال 2020 ما پیشنهاد کرده بودیم که یعنی تبلیغ نمایش‌های تئاتری به طور رکلام مثل همین اورپچه، مثل همین مغازه ها، مثل صدها آشخانه های ما چرا نمایش ها رالیک های تئاتری ندارند که مثل 30 ثانیه 45 ثانیه در میان ستکه های تلویزیون جا شود در ساعت های بسیار مهم در همکاری با تلویزیون که نمایش های نوی تئاتری رکلام شود، نه اینکه نمایش، نه اینکه برنامه. ما در مورد رکلام سوال دادیم ولی جواب ایشان در سال 2020 هم از جانب معلم زلفی دولت‌زاده و هم از جانب کارمند وزارت فرهنگ طاهر محمد رضا چنین است که ما را واقعا شوکه کرد. چرا سوال رو نفهمیدید؟ ای وای. من فکر میکنم ما علاقه این کارها رو برای مانده هستیم، در ما در سامانه ها رفته ایستاده است و من فکر میکنم که در شبکه‌های تلویزیونی هم در ستکویشان در همون برنامه‌هایی که پخش میشوند طریق تلویزیون هستند، برنامه‌هایی که صفر به تئاتر و فرهنگ بخشیده شدند و خب برای باز هم جالبتر و باز هم دقت بیننده رو جلب کردن رولیک‌های علاوه‌ای رو نیز ما باید راه اندازی میکنیم. ولی در ما علاقه این کار رو آغاز کرده ایستادیم از وزارت صنعت. مرحمت طالب جان شما یک روشنی اندازید، ما این کار علاقه آغاز کرده ایستادیم. تشکر، بسیار سوال به مورد است، لیکن من یک چیز رو خیلی میکنم که علاقه چند سال شد که توسط تلویزیون بلوک‌های مخصوصی هست که همین تبلیغ میشن، نمایش‌های نو، نمایش‌های رپرتواری هستند، برنامه‌های الهیده که به این یا اون نمایشنامه بخشیده شده است و در شبکه‌های اجتماعی همین هنرپیشه‌های ما پست‌های و همین کامنت‌های بسیاری رو وابسته به همین نمایش‌ها می‌گذارند. وابسته به آن که در یگان موضع شب همون تنبه تئاتری گذاشته شود، حقیقتا هم این سالیان زیاد همین مسئله بررسی می‌شود ولی متاسفانه همین مسئله تا هنوز حل خود را نیافته است و ما امید داریم که
бо разгирии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамин масъала ҳамин соли оянда бояд ҳалли худро ёбад. خب تشکر. من فکر میکنم که این رو در نه اینکه در شهر دوشنبه برای در تمام جمهوری در دیگر شهرها و ناحیه‌ها اینا برای ماندن من فکر میکنم مانع ایجاد نمیشود. ما در همکاری با مقامات ها همیشه در همکاری هستیم و این مسئله ها نیز روی حل خود را می‌آورد. یعنی در تلویزیون ها همون تبلیغ نمایشنامه ها میشود یا پورا نمایشنامه ها؟ هم تبلیغ نمایشنامه ها هم نمایشنامه حتی همین در همین شب و روزهایی که مثال میگیریم که بیماری کووید اوج گرفته بود تئاترها ما باید قید کنیم که فعالیتشون رو قطع نکردن. تلویزیون ها دعوت شدن از جمله تلویزیونی سفینه که تلویزیونی فراغتی فرهنگ همین برنامه‌هایی که وای میکنن پیشکش مخلص میکنن به نوار گرفته شدن و حاضر هم این اقدام ادامه دارد و بهترین نمایش ها البته هم به نمایش گذاشته وای میشوند به نوار گرفته میشوند و هم همچون رولیک پخش کرده میشوند. خاطرتان باشد که ما آنجا در مورد بیلبوردها یعنی همین تابلوهای سری کوچگی در شهر دوشنبه سوال کرده بودیم که یعنی چرا بیلبورد یا تابلوهای سری کوچگی اقلا برای 6 یا 7 تئاتر داخل شهر دوشنبه همگی 1 یا 3 تا بیلبورد یا تابلو داده نمیشود. آنها در جواب گفتند که ما همکاری داریم با مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه. بیش از 2 سال میگذرد نخود هنوزم به یک نتیجه نرسید که اقلا 1 تئاتر در شهر همگی 1 بیلبورد 1 تابلوی تبلیغ نمایش هاش داشته باشد. بیش از 2 سال گذشت هنوزم 1 تبلیغ 1 تابلو برای 1 تئاتر داده نمیشود. پس فکر میکنم که یا همکاری نمیکنید یا نمیخواهید همکاری کردن یا مسئولیت رو احساس نمیکنید یا نمیدونم گپ سر چیه که من باید فقط سرم رو دارم وای داد. با گذشت بیش از 2 سال اکنون همکاران ما در نشست 31 ینوری سال 2022 بازم از زلفی دولتزاده وزیر فرهنگ پرسیدند که دوام این سالها برای تبلیغ نمایش‌های تئاتری چی کارهایی کرده. آنها افسانه‌های خودشون رو چون همیشه خواندن. ما حدود چندین نمایش موندیم، حدود بیش از 100,000 با تماشای نمایش اومد که هنوز 1% اهالی کشور هم نیست که کشوری که بیش از 50% قشر جوان این قشر جوان تشکیل میکند ولی 1% آن با تماشای تئاتر نآمده است. یعنی شماری که خودشون میگن معلومه. فقط یک چیز میگم برای آن که ملت به تئاتر بیاید تبلیغ و باز هم تبلیغ همگی 4 یا 5 تئاتر سایت خودش را دارد یعنی سامانه اینترنتی خودش را دارد. تئاتر اپرا و بالت، تئاتر آهارون، تئاتر کانی بادام و من خطا میکنم اگر شاید اون تئاتر دیگر هم داشته باشد. دیگر تئاترها فقط شبکه اجتماعی دارن. هنوزم همون چند سال اخیر شدن. یا تئاتر عروسک تئاتر دختر که ما یوتیوب کانال خودش رو دارد. دیگر تئاترها سایت ندارن که در سایت خودشون روزمره تبلیغ کنن. درست که در شبکه اجتماعی تبلیغ میکنن ولی سایت خودشون رو ندارن. و خواهش و باز هم خواهش در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و شما گفتید که با دیگر شهرها نیز باید همکاری کنیم. حتما بیلبورد یا تابلوهای تبلیغاتی جدا کنید که هر تئاتر برابر کیم کدام مغازه برابر کدام مرکز دلخوشی یا حتی اقلا برابر یک اورپچه نمایش نوی تئاتری خودش در مرکز شهر تابلو زند و تبلیغ کند. در سال 2021 با توصیه شورای بدیعی وزارت به اطلاع شما می‌رسانیم که در اثر درامایی و 12 اثر موسیقی خریداری کرده که از آنها 7 اثرشون روی صحنه آمدن و باقی مانده اثرهای خرید کردگی ما میتوانیم از در همین سال یعنی که روی صحنه بذاریم و برای باز هم بهبود بخشیدن فعالیت تئاتری ما امروز کوشش کرده ایستادیم که تبادل تجربه بین تئاترهایی که آنها امروز معروف و مشهور هستند و ما برای مثال آوردن میتوانیم تئاتر دولتی اپرا و بالت اما استفاده اینی که امروز از تمام از اون دولت‌هایی که چهره‌های شناخته و معروفی سمت اپرا و بالت دعوت شده ایستادند. همچنین دیگر اگر من اشتباه نکنم در تئاتر دولتی جوانان در این سمت کاربری کرده شده ایستاد از تئاتر مایاکوفسکی، تئاتر لوتیا برای باز کوشش نمودن و رنگین‌تر و جلب نمودن تماشابین کوشش‌های زیادی رو به خرج داده ایستاده و ما در نقشه هم داریم که
با مطلع شدن وضع ما میتوانیم خوب برای تبادل تجربه در جمهوری قرقیزستان علاقه گفتگوی رفته ایستادن تا 20 نفر روان کردن برای اون سمت‌های اساسی که امروز برای پیشبرد و فعالیت سمت تئاتری ضرور هست و مکتب‌های موسیقی در این سمت گفتگوی رفته ایستادن. همکاری خوب ما با فدراسیون روسیه داریم، با جنگ خلق با جمهوری ازبکستان مداخله کردم و ممکن از روزهای از ماه‌های نزدیک از ماه‌های مارس اپریل ما می‌توانیم تعداد 15-20 نفر را بر جمهوری ازبکستان برای تبادل تجربه برای موضوع روان می‌کنیم. سلامت و سربلند خانه آباد باشد. این بود یک لحظه نظر و اندیشه و دیدگاه ما به 2 سال نشست‌های مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. ما به فرد نیز توجه میکنیم ببینیم که کدام وزارت اداره نشست مطبوعاتی دارد. امیدوارم شما وقت یافته گاه برای تماشای نمایشنامه به این یا آن تئاتر میروید که همگی 10 یا 15 سومانی ارزش دارد. پدرود تا درودهای دیگر.